امروز اومدم یه موزه خیلی خیلی هیجان انگیز و خاطره انگیز تو شهر بازل سوئیس، موزه اسباب بازی. فقط با من چند دقیقه وقت بگذارونیم، مطمئنم که خیلی خوشتون میاد. Hello and welcome to the Toy World's Museum. Great to see you. We're really excited and have 1,000 stories we want to tell you. Everybody is interested in mourning bears. So, in the end, fewer than 100 of them are produced, which, however, دیدین فرسا گریه میکردم، میگه وقتی که اینا تولید شدن اصلا مورد استقبال قرار نگرفتن و زمین اینا ناراحتن به خاطر اینکه چون سیاه بودن، زیاد خوشگل مشکل نبودن، کسی دوستشون نداشت. آها اینجا یه چیز خیلی جالب گفت. من نمیدونستم که تدی خرسه که عروسکاش انقدر معروفه از اسم تئودور روزولت پرزیدنت آمریکایی گرفته شده. داستانش هم خیلی جالبه. داستان از این قرار بوده که یک روزی تئودور روزولت برای حل و فصل مناقشه که بین دو تا ایالت مختلف بوده به شهر نیوجرسی میره. اونجا یه بچه خرس گریزلی میبینه که اول میخواسته بهش شلیک بکنه اما دلش نمیاد و این کارو نمیکنه. این داستان هی نقل قول میشه، به گوش کارتونیست های آمریکایی میرسه و اونها از روش کاریکاتور یا کارتون میکشن و بعدها عروسک های ساخته میشه از این ماجرا که به خاطر اسم تئودور اسمش رو تدی میذارن و دیگه در سراسر دنیا این عروسک معروف میشه و مشهور میشه و دست همه بچه ها تو کشورهای مختلف دیده میشه. اینجا هم داستان خیلی جالبه. این خانم رو گفت که کارخونه اسباب بازی سازی داشته. خیلی جالبه که تو کودکی فلج میشه و قدرت حرکتش رو از دست میده. بعد به مرور با خواهرش کار خیاطی و طراحی لباس شروع میکنه. بعدش هم شروع میکنه عروسک سازی با این فیل. اگه توی فیلم نشون بدن، این فیل اولین اسباب بازی هستش که میسازه و بعدش هم کار عروسک سازی و اسباب بازی شروع میکنه تا جایی که دیگه کارخونه اسباب بازی رو در واقع درست میکنه. خیلی جالب بود. خیلی جالبه، در واقع داره این بازی رو نشون میده، این اسباب بازی. یه جورایی ساخته شده بازارچه کریسمسه توی حالا دهه 17-18 میلادی. کسایی که توی اروپا بوده باشن برای کریسمس میدونن که توی کریسمس توی اروپا بازارچه‌های کریسمس توی شهرهای مختلف، محله‌های مختلف هست و همینجوری غرفه‌های مختلف شیرینی، شکلات، محصولات کریسمس رو میفروشن و اینکه درخت کریسمس هستش و برف یا حتی برف روی زمین که نشون دهنده ژانویه در واقع میلادی هستش. همه داره همون حالا هوا رو زنده میکنه.